سرخط خبرها: تاکید عباس عراقچی به سهیم بودن آمریکا در هر گونه اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران. هشدار سپاه به دادن پاسخ کوبنده به هر گونه تعرض اسرائیل علیه ایران. و ایجاد منطقه نظامی از سوی روسیه در مرز با اوکراین. سلام. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به گزارش‌های اخیر درباره آماده شدن اسرائیل برای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران این گزارش‌ها را نگران کننده خواند و هشدار داد که تهران آمریکا را در هر حمله احتمالی اسرائیل سهیم می‌داند. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز هشدار داد که اگر اسرائیل حماقت کند و دست به تعرض بزند، پاسخ ویرانگر و قاطع دریافت می‌کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل، رئیس شورای امنیت و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که تهدیدهای اسرائیل درباره حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است و این نهادهای بین‌المللی باید اقدامات فوری و مؤثری در برابر این تهدیدات انجام دهند. عراقچی با بیان اینکه ایران به هر گونه ماجراجویی اسرائیل پاسخ خواهد داد افزود: ما همچنین بر این باوریم که در صورت وقوع هر گونه حمله‌ای علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران از سوی رژیم صهیونیستی، دولت آمریکا نیز در آن سهیم بوده و مسئولیت حقوقی دارد. او همچنین با بیان اینکه تهدیدهای اسرائیل چیز جدیدی نیست، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که افشاگری اخیر که در آن از مقامات آمریکایی به عنوان افشاگر برنامه‌های اسرائیل نام برده شده، نگران کننده است. در روزهای اخیر ابتدا شبکه تلویزیونی CNN به نقل از منابع آمریکایی و سپس وبسایت آکسیوس به نقل از منابع اسرائیلی گزارش دادند که اسرائیل در حال آماده شدن است تا در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای بین واشنگتن و تهران حمله سریع به تأسیسات هسته‌ای ایران انجام دهد. سردار علی محمد ناینی سخنگوی سپاه پاسداران نیز روز پنجشنبه گفت اگر اسرائیل حماقت کند و دست به تعرض بزند، به طور قطع در جغرافیای آسیب‌پذیر و کوچک خود پاسخی ویرانگر و قاطع دریافت می‌کند. او با بیان اینکه امکان فروپاشی جمهوری اسلامی در نتیجه حمله نظامی یا اعتراضات داخلی وجود ندارد گفت: دشمن در برآوردهای خود از سرمایه جمهوری اسلامی ایران غافل و دچار توهم است و نمی‌فهمد اگر جنگ شروع شود قدرت مردمی وارد عرصه می‌شود و ما در جنبه‌های مختلف نسبت به سالهای قبل قدرتمندتر شده ایم و پیشرفت‌های نظامی ما شگفت انگیز است. ایران و ایالات متحده در ماه‌های اخیر 4 دور مذاکره درباره پرونده هسته‌ای تهران انجام دادند و دور پنجم قرار است روز جمعه 2 خرداد در روم، پایتخت ایتالیا برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده که ایران باید به توافقی سریع در زمینه برنامه هسته‌ای خود برسد وگرنه با تحریم‌های ثانوی و بمباران مواجه خواهد شد. او روز 20 فروردین تهدید کرد اگر نیاز به اقدام نظامی باشد، ما دست به این اقدام خواهیم زد. اسرائیل به وضوح در این امر مشارکت جدی خواهد داشت. آنها هدایت حمله را بر عهده خواهند داشت، ولی هیچ کس ما را هدایت نمی کند. اما ما کاری را که می خواهیم انجام می دهیم. آمریکا، اسرائیل و سایر کشورهای غربی نگران هستند که ایران در پوشش برنامه هسته‌ای خود که آن را صلح‌آمیز می‌خواند به دنبال دستیابی به سلاح اتمی باشد. ایران این ادعا را رد کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد در مرز کشورش با اوکراین منطقه امنیتی ایجاد می شود. به گزارش تاس، پوتین در دیداری با مقام‌های دولتی روسیه اظهار کرد: ما ایجاد منطقه حائل امنیتی در امتداد مرز را تصویب کردیم و نیروهای مسلح فعالانه در حال اجرای این مأموریت‌اند. وی با اشاره به درگیری‌ها و حملات به منطقه کورسک، بلگرود و بریانسک بر تلاش‌های فوری برای بازسازی این مناطق و بهبود اوضاع امنیتی تاکید کرد. پوتین اظهار کرد که نیروهای اوکراینی عمداً به مراکز غیرنظامی در مناطق مرزی روسیه حمله می‌کنند.
رئیس جمهور روسیه با بیان اینکه زنان و کودکان در این گونه حملات کشته و زخمی میشوند یادآور شد ارتش اوکراین با استفاده از پهپاد، خودروهای غیرنظامی از جمله آمبولانس‌ها و ماشین‌آلات کشاورزی را هدف قرار می‌دهد. پوتین همچنین در تماسی تلفنی با نیکولاس بلوبویف، فرماندار ناحیه بلوفسکی در منطقه کورسک، تاکید کرد که روسیه قطعاً به حملات اوکراین پاسخ خواهد داد. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز پنجشنبه با اشاره به حملات پهپادی کیف به خاک این کشور تاکید کرد این حملات ثابت می‌کند که غرب اوکراین را به ادامه اقدامات تروریستی تشویق می‌کند. زاخارووا همچنین با تاکید بر اینکه غرب با آگاهی از بی‌ثمر بودن حملات پهپادی اوکراین به روسیه همچنان بر تداوم آن اصرار دارد گفت این حملات نه تنها هیچ تأثیری بر موضع مسکو نخواهد داشت بلکه عزم روسیه را برای دستیابی به اهدافش تقویت خواهد کرد. ممنون که تا آخر با ما همراه بودید. برای اطلاع از خبرهای ایران و جهان کانال راوی را دنبال کنید.